توران از نام قبیله های ایریا، کشور آریایی ها، سرزمین آریایی های کوچنده تورانیان بود که همسایه آریایی های شهرنشین ایرانیان بودند. در زمانهای بعد سکایی ها، مسیگیت ها، کوشانیان و دیگران همچون تورانی گفته شدند. هم آریایی های دوران قدیم سراولاد تورانیان و ایرانیان کشورشان را آریانا ویجه نامیدند که به همه خلقهای هندو ایرانی دخل داشته معنای سرزمین آریانا را می‌دهد. در زمان هخامنشیان این نام اول به نام کشور آریایی ها مبدل شد و در زمان اشکانیان باز شکل خودش را عوض کرده آن را آریان شهر می نامیدند و در زمان ساسانیان باشد آن به ایران شهر مبدل شد. توران در آن زمان پاره پاره شده بود و با چنین کشورها تقسیم شده بود: سوغد، باختر، خوارزم و بعضی قبیله های آریان زبان به مانند سکایی ها، سرمت ها، مسیگیت ها و دیگران که در سرزمین های حاضره روسیه، سرزمین های نزد بحر سیاه، اورال، قزاقستان و سینزیان و اویغورستان را در اختیار خود داشتند. بعدتر سکایی ها و کوشانیان توانستند سوغد و باختر، خوارزم را نیز به تصرف خود درآورند. سرحد بین ایران و توران در اول سیردریا و بعدتر امودریا معین کرده شده است. در عصر 4 کشور کوشانیان را هیتالیان عوض کردند که برآمدشان از بدخشان بود. در میانه های عصر 6 آنها به مقابل ساسانیان و خاقانیان ترک که به توران زمین تهدید میکردند مبارزه میبردند. سالهای 561-563 ترک ها با ساسانیان به مقابل هیتالیان اتفاق بستند که در نتیجه زمین های توران را بین خود تقسیم کردند. محض در همین زمین ترکان به توران زمین آمدند و با آریایی های توران زمین آمیخته شدند. باقی مانده های تورانیان در تاجیکستان به قول بعضی ها این یغنابی ها و پامری ها می باشند. مثال نام شغنان در شاهنامه در شکل قدیمش همچون شکنن که معنای سرزمین سکایی ها را دارا می باشد آمده است. وقتی که ترکان سرزمین تورانیان را ضبط کردند و با تاریخ ایرانیان آشنایی پیدا کردند و از روی این چخیلی که ما میدانیم معلومات های اوستا که مقابل گذاری ایرانیان و تورانیان دو خلق ایرانی تبار و مانندی کلمه تور با ترک، تور این کلمه ایرانی و ترک این کلمه ترکی، توران نام کشور تورانی ها و ترکستان نام کشور ترک ها، همه این باعث آن شد که ترکان خودشان را و نژادشان را به تورانیان رساندنی شدند و خود ترکان حکایه می بافتند که گویا توران به مقابل ایران با سرداری قهرمان آنها افراسیاب بوده است. ترکمنانی تورانیان بعد از بین رفتن امپرای سامانیان در آخر عصر 10 که ایران و توران را به هم متحد کرده بود، یا به عباره دیگر ماورالنهر و خراسان را به هم متحد کرده بود. وقتی که امپرای سامانیان در بین ترکان غزنوی و قره‌خانیان تقسیم شد، یعنی که ایران به غزنویان ماند و توران به قره‌خانیان، برای نگاه داشتن قدرتشان در این منطقه ها هر کدام از اینها شجره های دروغین می بافتند. یعنی ترکان غزنوی شجرهشان را به ایرانیان رسانیدن می خواستند و قره‌خانیان باشد اولادشان را به افراسیاب رسانیدنی بوده او را همچون یکی از قهرمانان ترک معرفی می کردند. بعد از حساب زیادشوی ترکان به زرزمین تورانیان، ترکان اشتباهاً با ترکان یک شدند، یعنی ایران و توران را بسیار وقت عین حال فارس ها و ترکان گفتند، اما در اصل باشد ایران و توران این دو خلق آریایی می باشند که از اولاد فریدون بودند. در بینشان جنگاه های خونین بود و همه این نگاه نکرده در بین آنها خویشاوندان نیز به وجود بودند که به مانند کیخسرو، سیاوش و سهراب که از اولاد پدرشان ایرانی و مادرشان تورانی بودند. اگر شما یگان فکر عقیده دیگری دارید می توانید آن را در کامنتری نویسید و این چنین
به ما آبونه شدن را فراموش نکنند.